نیاز محمد ضابط تقاضا میکنیم که پیرامون بازگشتشان به طرف دولت و پیوستشان به مش مصالحه ملی بر شما دوستان روشنی بندازند. اجازه حضار محترم ژورنالیستای گرامی، امروز بسا افتخار میکنیم که از طریق دولت جمهوری افغانستان برای ما به این فرصت اجازه داده شده که با سوالات ژورنالیستا پاسخ بگوییم. البته از تمام کارمندای جمهوری افغانستان ابراز سپاسگزاریم. I meet with you and I'm prepared to answer some of the questions you might raise. But before everything, I would like to express my deep gratitude for the profound cooperation of the state officials during the 5 days that I have joined the process. قسمی که شما مشاهده کردید جمعیت انبوه مردم در ولسوالی دولت آباد بی صبرانه در کشور ما یک صلح همه جانبه برقرار شود منتظر آن بود. ما سعی کردیم، البته رهبرایی که در سطح مشاورت قرار دارند در رأس کار هستند بیایند با مصالحه بنشینند، در مورد اعلامیه 5 فقره ملل متحد سر بنهادند، در مورد اعلامیه مشترک ایالات متحده امریکا و اتحاد شوروی منتظر آن بودیم که عکس العملی از آن طریق نشان داده شود و خواسته های مردم ما را جواب بگوید. اما به نظر ما کسایی هستند که در افغانستان صلح تأمین نشود، مسئله افغانستان از طریق نظامی حل شود، یک تعبیر غلط است. همه عنعنات افغانستان با تمام مردم افغانستان همه مشکلاتشان از طریق شوراها، فیلمها، گفتگوها و دیالوگها حل شده. ما منتظر آن بودیم که از آن طریق عکس العملی نشان داده شود، ولی چنین کاری نشد. نظر به خواست مردم ولسوالی دولت آباد امروز ما به مصالحه ملی پیوستیم که البته تمام حقوق ملیت ها به نظر ما دولت جمهوری افغانستان تامین خواهد کرد. Noticed in the tape that a big crowd of the people from Dawlatabad district of Sangla province who were direly in need of peace was gathered during that ceremony. To make it short, I would like to point out that we tried to respond to the common
call and anxiety of the people for the restoration of peace in the country. We were expecting that our leaders in Peshawar give a positive response to the 5-point peace plan of the United Nations and also to the declaration issued, joint declaration of United States and Soviet Union. And also the field commanders on their part needed to give a response towards this effort for restoration of peace. However, we discovered that there were certain forces that we do not